گمان میکنم همه دوستان با کارهای سخنران و ایشان آشنا هستند، ولی به راستی سخن گفتن درباره کارها و پژوهش‌ها و نوشته‌های ایشان شاید ساعت‌ها وقت بخواد. اما اگر در دو سه تا جمله بخوام بگم، رام شاه یکی از بزرگترین پژوهشگرا و نویسندگان معاصر ایران هستند که من خودم تنها شاید با 20-25 تا از کتاب‌های نوشته‌های ایشون و پژوهش‌های دست اولی که کردن کم و بیش آشنا هستم و چندین دهه هست که درباره زبان و فرهنگ ایران به ویژه ایران باستان پژوهش‌های بسیار گسترده‌ای کردن و سفرها و کوشش‌ها و رنجه‌هایی که برای پیدا کردن نسخه‌های خطی که تا کنون هیچ کس به اونا نپرداخته یا بسیار کم به اونا پرداخته شده، از کارهای بسیار والا و ارزشمند ایشان هست که به راستی من به عنوان یک ایرانی خودم هزاران بار از ایشون سپاس دارم و سپاسگزارم از اینکه فراخوان انجمن فرهنگ ایران رو پذیرفتن برای اینکه سخنرانی امشب رو انجام بدن. همونطور که در آگهی دیدین سوژه برنامه هست قحطی بزرگ سده 19 که بر پایه پژوهش‌هایی که شادروان هما ناطق کرده بودن این بخشش بنا شده و این قحطی بزرگ سده 19 رو در سنجش خواهند گذاشت با خشکسالی بزرگی که در سده 5 شده بود. سپاسگزارم. نخست از کار هما ناطق یاد کنم که سالها بر سر جنگی بزرگ دهه 70 سده 19 کار میکرد. کار او به 3 بخش بود: چگونه این تنگی و نایابی نان و خورش پیش آمد، راه و روش سردمداران و کشورداران چه بود و مردمان چه کشیدند. هنگامی که از راه کار او با این داستان کمی آشنا گشتم، به یادم آمد خشکی بزرگ دهه 60 سده 5. اینجا از آن تنگی بزرگ سده 19 از روی کار هما می آوریم. نخست بگوییم که به آغاز سده 19 تا 1829 ایران بزرگترین فروشنده جردا، گندم و جو به کشورهای دیگر بود. فروش گندم به روسیه به 7% می رسید، تا اینکه جنگ‌ها و شکست‌ها از آبادی و فراوانی ایران کاست. هنوز به زمان محمدشاه، یعنی تا پیش از 1848، ایران 60 میلیون من تبریز گندم به بار می آورد و 30 میلیون جو. به همسایگان نیز می فروخت. به سال 1870، یعنی سال 1286 قمری، یک چند انبارگر و نانوا به زد و بند نشستند که بهای گندم و نان بالا ببرند. پس گندم به انبارها انباردند و آوردن گندم و آرد به شهرستانها باز داشتند. از ایشان بودند مستوفی الممالک حاج ملا علی کنی، آقا محمد تقی نجفی و چند ملا و مالک و خباز. یک نمونه از صدها نمونه‌ای که هما گرد آورده. گزارش از استراباد: به هنگام سفر موکب همایون به عراق عرب یا عتبات، گندم و برنج در استراباد بسیار خوب و فراوان به عمل آمده بود. به آغاز 1288 استراباد هنوز 3000 خروار جو، جردا و برنج داشت که می توانست دستگیر شهرستانها گردد. باز بندگان صاحب اختیار
یعنی بدیعالزمان حاکم گرگان و پسر چهارم محمد قلی میرزا پسر فتحعلی شاه سر راه آدم گماشته، بر عموم استرابادی ها قدغن کردند قله و برنج به کسی ندهند. از دارالخلافه و خراسان نیز همین دستور فرستادند. فدوی چند بار مستدعی گردید قدغن را موقوف دارند، سودی نبخشید. همین سبب شد مشتری و مکاری به استراباد نیامدند و تجار خارجه که از روسیه هر قبیل آذوقه می آوردند سست شدند. انبارگران که یک چند مالک و ملا بودند، همه جردای کشور در انبارهای خیش گرد آوردند و هر هفته بخش ناچیزی پخش می‌کردند. پس خاروار سخت روی به گرانی نهاد. سختی نیز پیش آمد، با برف سنگین و راه تهران به شهرستانها بسته گشت. گندم به تهران و شهرستانهای بزرگ نمی رسید. تنگی اندر سالی با این همه بارش پیش آمد و با تنگی و گرسنگی بیماری مانند وبا. یک چند گزارش از خراسان. گزارش ایوان اسمیت: همه راه ها از مردگان انباشتند. گرانی چندان بالا گرفته که با 50 تومان هم یک خروار گندم نتوان خریدند. همو از زبان سنجان میگوید که با رسیدن خزان انبوه مردم بیمار و گرسنه چون سیلی بنیانکن روی به شهرستانها نهادند و چون همه دروازه ها به روی تازه آمدگان بسته است، بیرون دروازه ها ماندند چون دریوزگان. بیماری وبا نیز آمده. دکتر بلون نوشت که در راه از قائن تا تهران هیچ جای نوزاد یا کودک خردسال ندیدیم. چه کودکان همه کم و بیش از تنگی جان سپردند و تا به شهرستان مشهد نهادیم هیچ جای بر لبی لبخند ندیدیم و آواز یا ترانه‌ای نشنیدیم. از 9000 خانه به مشهد بیش از نیمی از سرنشینان تهی بودند. هنوز گروه گروه در زاغه ها، کلبه ها یا کوچه ها از گرسنگی جان می سپردند. کار به جای رسید که هفته ها پیکر مردگان بر زمین افتاده بود و کس نبود که خاکشان بکند. روزنامه لوتان در فرانسه نیز نوشت در مشهد روزی 250 تا 300 تن میمیرند. حال بازماندگان نیز نزارتر از آن است که یارای خاک سپاری مردگانشان باشند. بسیاری کودکان خود به بازار به فروش میبرند. یک دختر یا پسر در ازای 5 من گندم خریدار نیز نیست. بازمانده گندم را هم ایل ترکمن به تاراج بردند. یک نمونه دیگر اصفهان. سردسته انبارگران فتحعلی خان صاحب دیوان مجتهد شهر آقا محمد تقی نجفی بودند. فتحعلی خان داماد فتحعلی شاه بود و پسر حاجی علی اکبر قوام. چند سال پیش از تنگی، یعنی سال 1284 قمری که ضدالسلطان حاکم بر اصفهان شد، به پیشکاری او در آمد و پس از 2 سال به حکومت همان ولایت گمارده شد. آقا نجفی مجتهد از زمینداران بزرگ اصفهان به شمار می رفت. فرستاده فرانسه دو فرانس او را نوکر انگلیس ها می خواند. همون بود که به سال 1870 راه آوردن گندم به اصفهان را بست. با همکاری حاکم تنگی پدید آمد. روزنامه تایمز نوشت در سال 1871 زن و مرد به حال مرگ در خیابانها افتادند، در راه جانوران وحشی تکه پاره‌شان می‌کنند. جابری نوشت نه تنها زنده رود که تا پشت گاو و ماهی اگر چاهی می‌کندند نم نمی‌دیدند، بجز در چشم یتیمان آب نمی‌بردند، بجز از ابروی کریمان. غرا شکسته و مخروبه و خالصه و اربابی بسیار عرض موات و معدومه، تا جایی که بعضی دهات اربابی را مالکان از بیم مالیات به علما واگذاردند. از ماه ژوئن 1871 وبا به تبریز و اردبیل نیز افتاد. نخست به اردبیل زد. از مردمان اردبیل 15,000 تن را کشت.
در 16 ژوئیه به جان تبریز افتاد. روزانه 100 تا 200 تن جان دادند. در بخش ارمنی نشین چند تن فرنگی هم مردند. پزشکان انگلیسی و روسی دربار ولیعهد فرار را برقرار ترجیح دادند. عثمانیان که در آن سالها هر از چندگاهی به روستاهای مرزی آذربایجان میتاختند، چون ایران خواست از بادکوبه گندم بیاورد، به بهانه اینکه در شهرهای ایران ناخوشی است قرنطینه برپا کردند و راه آوردن خاربار از ترابزان به تبریز را به روی کاروانها بستند. ببینیم که در این هنگام، در این بدبختی، ناصرالدین شاه چه کرد. شاه در 20 ماه مه 1870 چند صباحی پس از سفر به گیلان و درست به هنگامی که تنگی و گرسنگی بیداد می‌کرد، به اندیشه زیارت کربلا افتاد. در 25 مه کاردار سفارت فرانسه از تهران گزارش فرستاد که شاه بر آن است که با مادرش مهد اولیا و زنان حرم به زیارت کربلا برود. در میان اطرافیان شاه کسی نیست که از پیامدهای ناگوار این سفر آگاه نباشد. در نشست شورای وزیران که در این باره برپا شد، رأی همگان مخالفت با تصمیم شاه بود. با این همه بار سفر به عتبات بست. برایش در تهران سرودند که شاه کژکلا رفته کربلا، گشته بی بلا، نان شده گران، یک من یک قران. به جز گرسنگی و بیماری و مرگی، مرده خوری نیز پیدا داشت. کسانی مرده نیز از گور در می آوردند و یا کودک و ناتوان می دزدیدند و می خوردند. یک شعری هم سروده شده ماده تاریخ که میگه به سالی که آدم خوری باب گشت 1288. هما گزارش‌های فراوان از مرده‌خوری گرد آورده، چه از یادداشت‌هایی که فرستادگان بیگانه برای وزیران خیش می‌فرستادند و یا یادداشت‌های بازرگانان. یک نمونه کار بریتل بنک است. پرشیا during the famine. او جوانی جهانگرد بود که به زمان تنگی به ایران آمده بود و در کار خود چهره این مرده‌خوران رو به نیکی نموده. دیگر یادداشت‌های ملایی است به نام فیض که خود گواه چندین بچه ربایی و مرده‌خوری بود و هم گواهی‌های نزدیکان و دیگران آورده. از این گواهی‌ها یک دو نمونه بیاوریم. روز 4 محرم زنی با کودک خود به خانه حاجی میرزا حسین متولی باشی به تعزیه و شبیخوانی می‌رفت. نزدیک خانه طفل را نشانید و رفت اندکی خوراکی بخرد. در بازگشت بچه را نیافت. برادر کهترم محمود از خانه متولی باشی بیرون آمده، آن زن را به آن حالت مشاهده کرده، دلش بسوخت. با آن زن به جستجوی کودک در بقعه مرحوم آقا بزرگ کاشی یعنی ملا محمد مهدی نراقی را برآمد. به قبرستان و در این بقعه چند زن از قریه فردو و بیدهند میزیستند. برادرم و مادر بچه آن چند زن را بدیدند. در پستوی آن بقعه دیزی بر سر آتش نهاده، دودی بیمر ساطع بود. آن ضعیفه به طلب طفل خود در گوشه پستوی آن بقعه لحاف روانداز زنان را برداشته، طفل خود را کشته در میان آن لحاف دید و دست یکی از آن زنها را آلوده به خون دید. دیزی گوشت را چون بشکستند، دست و پا و بعضی اعضای اطفال دیگر را ملاحظه نموده که در آن دیزی بود. آن پستو را چون جستجو نمودند، اجزای چند طفل از کله و استخوان و دست و پا بدیدند. معلوم شد 5-6 نفر طفل را در همان مکان کشته و خورده بودند. باز در بین نماز از سرداب مسجد امام حسن که حاجی محمد ابراهیم تاجر آن را به تازگی بنا کرده است،
استشمام رایحه کریهه نمودم. پس از اتمام نماز به جستجو در آن مکان رفتیم. 5 زن را دیدیم که حصیر مسجد را آتش زده، میتی را که در آن مکان از گرسنگی تلف شده بود، گوشت‌های او را روی آتش انداخته می آشامند و مسجد را ملوث کرده، پاره‌ای از اعضای میت را که بر جای بود هم به قبرستان کرده مسجد را تطهیر نمودیم. در آن روز به رنج افتادیم. باز قنبرنامی کارش بردن اجساد به مرده‌شورخانه بود. از این راه گذران میکرد. رعنا و رشید و جثه‌دار هم بود. ناخوش شد. اساس‌البیت او را از جهت مداوا فروختند. خودش را هم به کاروانسرای شهر که فقرای بلد اقامت داشتند بینداختند. از التهاب بیهوش شده بود. یکی از فقرا در رسید، به خیال آنکه او مرده است گوشت ران او را جدا کرده که سد جو کند. قنبر از حالت اغما به هوش آمد، فریاد برآورده نعره بکشید. سایر فقرا در رسیدند، زنده زنده مجموع گوشت او را جدا نموده بردند. پیامد این تنگی که به آغاز ساختگی بود ویرانی ایران زمین بود و پای باز کردن بیگانگان که زیر و زبر ایران به رایگان از آن خویش کنند. 10 سال پس از تنگی استراک انگلیسی که از فیروزآباد به لار میرفت گواهی میداد که در طی چندین و چند روز توانستم شاهد پیامد خشکسالی و تنگی در ایران باشم. هر یک روستای بزرگی بود با زمینهای پهناور خرماخیز که نزدیک 200 خانه داشت. اکنون رها شده و ویرانه بیش نبود و ما باشگاهی پیدا نکردیم. در کاشان از 150 کارگاه پارچه بافی یکی هم بر جای نماند. من تنها یک نمونه از هزاران نمونه آوردم، چون کاری که او کرده 15 سال است و هزاران برگه و فقط 2-3 نمونه از میان آورد. در حدود فقط مرده‌خواری 3000 نمونه آورده. در 22 نوامبر 1872 زمانی که تنگی و کم و بیش به سر می رسید و ایران دیگر کشوری بی سر و سامان و ویران بود، میرزا ملکم خان را با عنوان سفیر فوق‌العاده به لندن فرستادند. انگیزه این مأموریت آماده کردن زمینه امتیازاتی بود که به انگلیس ها واگذاردند. در لندن در 1872 شاه و درباریان با دریافت رشوه ها و با واگذاری امتیازات بی سابقه در تاریخ زیر و روی خاک ایران را به بیگانگان فروختند و کشور را وابسته و بدهکار اروپاییان کردند. بگذاریم. میرسیم به خشکسالی زمان پیروز، به سده 5. نیمه سده 5 از چین تا اروپا شگفت روزگاری بود، با گردش چهر، خشکسالی بزرگ، جنگ ها و تازش ها و جابجایی مردمان اسلاو و ژرمن روی به نیمروز اروپا نهادند و امپراتوری روم فرود افتاد. از ترکستان چین نیز مردمان به سغد و خوارزم و بلخ و قفقاز روی آوردند و زمان ساختن دیوارهای بزرگ بود برای پیشگیری از تازش به ایران شهر، چنان که بندهش گوید 7 سال باران نبارید. ابر این دشیاری که به آغاز خدای پیروز کم و بیش سال 460 پیش آمد سخن بسیار توان گرد آوردن. تاریخ طبری، نهایت العرب نویسنده ناشناس، کتاب قرر ثعالبی نیشابوری، الاخبار التبال دینوری، تجارب الامم ابن مسکویه، مجمل التواریخ، فارسنامه ابن بلخی، الآثار الباقیه بیرونی و دیگر. بسیار همه از این بسیار تنگی و خشکسالی زمان پیروز یاد کردند که از روی اونها میشه آگاهی کم و بیش درستی از این زمان به دست آورد.
نخست از خود خشکی بگوییم. در این باره بهتر از همه نهایت العرب و غرر ثعالبی آوردند. ثعالبی گوید که پیروز بر تخت شاهی نشست و تاج بر سر نهاد. پس آسمان از بارش باران باز ایستاد و زمین از جوشش خانیگان. باد این فرشته مهربانی ایزدی از وزش باز ماند. آبان زیر زمین کاستند، چشمه ها فرو بستند، کشتزارها خشکیدند و درختان بیبر بودند. آسمان تنگ دستی سهل، تنگی پیوسته. هیز به عربی مجاعه یا قحطی 7 سال پایی، بیش از تنگ سالی زمان یوسف. خورش گرانبها بود و کمیاب، هر جای زیان بود و گرانی. از پیمانه گذشت رنج و عنایی، پرندگان و ددان همی مردند، پهان و ستوران در همی گذشتند. این پیش آمدی شگفت بود، پتیاره‌ای بزرگ. روش پیروزشاه به زمان تنگی چه بود؟ غرر آورده که پیروز بریده بود و افسرده. این جار چون خاری بود خلیده اندر چشمش، چون استخوانی بود گیر کرده اندر گلویش، و اندوهی افشرده سینه‌اش. این همه پتیاره به آغاز خدایی جهش بد پنداشت، تا جایی که خواست خود به بخت سپردن و از خدایی دست کشیدن. پس بردبار، بزرگوار و پایدار راه رادی پیش گرفت. به خوب چشمی به داد مردمان رسید و به مهربانی بر دردهاشان درمان برد. ساو و باج یعنی مالیات برداشت، از انباردن پرهیزانی فرمود، درهای دیوانها بستن و درهای بخشش به درویشان و بیچارگان گشودن. به همه کرداران خود به خراسان و ایرج و پارس و خوزستان و دیگر استانها نامه نوشت و فرمود با مردمان این بومها ایدون چون مردمان در رفتار کنند و به نان و خورش یاری دهند، توان سامان نگاهشان دارند. و سوگند خورد که پرگست اگر آگاه بود که یک تن به استانی از گرسنگی مرده است، مردمان آن استان، شهرستان یا روستا یا جایی که آن تن مرده پادفراهی سخت بکند. ابن مسکویه نیز از همین نیک روشی پیروز گوید. فرمود نوشتن به همه بندگان که از این پس نه خراج گرفتن و نه باج و نه بیگاری، و هر کس خدای ابد خویشتن است. هر کس روزی خویش و بهامد خویش را تخشیدن. پس نوشت که هر کس از انبار هر چه خوردنی است بیاورد و با مردمان هم خورش گردد، ببخشد و آن خویش نپندارد. درویش و دارا آزاد و وس راست بهر ببرند. نیز گفت که اگر بشنود که کس از گرسنگی مرده است، مردمان آن شهرستان یا روستا یا جایی که کسی مرده به سختی پادفراه کند. گویند که بدان سخت و تنگ سالی بنده ای نبرد جز یک تن به روستای اردشیر خواره. بیرونی در آثار البقیه هنگام یک دری داره درباره جشن‌های گوناگون، از جشنی به نام جشن آبریزگان به عربی آفریجگان در اصفهان سخن میگه، همون جایی که دیدیم چه بلایی سر مردم آمد. و ایدون گوید بهمن ما روز سیام روز انیران است، به اصفهان آبریزگان نامند، ای سب الماء. چمو این که به زمان پیروز نیای انوشیروان باران بند آمد، خشک سالی افتاد اندر ایران شهر. پس پیروز تا چند سال حراک نستد، درهای گنج خدایان گشود و از خواسته های آتشکده ها وام خواست و همه مردمان ایران شهر را داد. با بندگان به مهربانی رفت چون مهربانی پدر مادر با فرزند. این را بدین سالها کس از گرسنگی نمرد. خشکی 7 سال پایید. ثعالبی گوید چون 7 سال سخت گذشت، روزی
پیروز اسوار به دشت شد، تنها و اندیشناک. پس بزی دید که ریشش به وزش باد همی جنبید. از شادی دیدن فراخپایی زنده و بادی وزنده نزدیک بود از هوش رفتن. از اسب به زیر آمد و ایزد سپاس و نیایش و از بایش کرد که گره آسمان او گشود. همچون به راز و نیاز بود باد برخاست گرد آوردن ابران را. آسمان دهان مشکهاش بگشاد، زمین فراوان آب خورد و آبها به کوستها روان گشتند. جردا پاک و بها ارزان و مان شاد. سختی گذشت و عنایی سر آمد و هر گونه شادی و خنیایی پیروز را فراخ بود. بیرونی نیز در دنباله کار خود ابر سر آمدن این خشکی ایدون گوید. پیروز به آتشکده نامی آذرخورا به پارس شد. آنجا نیایش کرد و نماز برد و از عزت پیبهان که این سختی از مردمان گیتی ببرد. پس به آذرگاه ابر شد. آسرون و هربت یک چند سر آذرگاه دید. ایشان ایدون چون به شاهان نماز سزد بردن، نمازش نبردند. پیش خود اندیشید که شاید چیزی پیش آمده است. نزد آتش فراز شد، دست و بازوی خیش گرد آتش گردانید و 3 بار به سینه‌اش افشرد، چون دوستی که دوستی هنگام درود پرسیدن به آغوش بگیرد. پس پیروز گفت که ای اهرمزد، اگر باران بند آمده از بحر من، از بحر دشخیمی من پیدا کن تا خیشتن بر کنار دارم، و اگر بهان چیزی دیگر است خود از راه بردار. پیداش کن به من و جهانیان و بر ایشان باران بفرست. آنگاه از آذرگاه فرود آمد، از گنبد بیرون شد، ابر زینکاء زرین نشست. آیین بود که اندر آتش بهرام زینکایی به شادروان نهند، تا اگر شاه آید ابر آن بنشیند. آسرونان و هربدان نزدش آمدند و به او نماز بردند، ایدون چون به شاهان نماز برند. پیروز گفت چه دلتان سخت کرد و چه آزردتان و چرا بدگمان بودید که به هنگام ابر من درود نگفتید؟ پاسخ کردند که زیرا ما پروان شاهی بودیم بس برتر از تو و پروانمان نبود درودت دادن. پیروز باور کرد، داشت نشان داد، پس از شهرستان آذرخورا بیرون شد به سوی شهرستان دارا. همین که به جایی رسید که امروز روستای کامپیروز اندر پارس خوانند، آن زمان هنوز بیابانی بیش نبود. ابری برخاست و باران چندان بارید که نه هرگز دیده بود، تا آب اندر گیان و سراپرده روان گشت. پیروز بیگمان بود که خواهشش گزارده، سپاس ایزد کرد و فرمود همانجا گیان اندازند. اشوداد داد، خواسته بخشید، انجمن کرد و پرخرم بود. آن جای نهشت تا روستایی شکوهمند کرد، رام پیروز نام. مردمان همه از شادی به هم آب ریختند و این از این پس اندر ایران شهر آیین گشت و همه بومها این روز جشن گیرند و بدین روز سپاهان باران گرفت و آب ریزگان از این روست. سپاس داشتن این فراخی را پیروز چند شهرستان کرد. ثعالبی گوید پس او به آبادانی روی کرد و به ری شهرستانی کرد رام پیروز نام. اندر گرگان و درچوش شهرستانی کرد رشد پیروز نام، و به کست آذربایجان شهرستانی بهرام پیروز نام. دینوری اندر الاخبار التوال آورد که پس پیروز شهرستان ری کرد و رام پیروز نامید و به آذربایجان شهرستان اردبیل کرد و پاد پیروز نامید. در نهایت العرب پادار پیروز. با این سخن فردوسی سخن خود به پایان میبریم. چو پیروز از آن روز تنگی برست، به آرام بر تخت شاهی نشست. یکی شارسان کرد پیروز رام، بفرمود کاو را نهادند نام. جهاندار گوینده گفت و ری است،
که آرام شاهان فرخ پی است. دگر کرد پادار پیروز نام، خوانیده به هر جای آرام و کام. که اکنون همی خوانیش اردبیل، که قیصر بدو داد از داد میل. چون این بوم ها یک سر آباد کرد، دل مردم پرخرد شاد کرد. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزاریم از پژوهش که کردید و بسیار دردناک و دهشتناک است، در این شکی نیست. الان سخن از یادش میره به راستی. اما اگر که در این راستا دوستان پرسش‌هایی دارن